توجیکان در آینه تاریخ. صحیفه توجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش‌ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. شاهراه ابریشم، پل زرین گذشته، امروز و آینده. 10 سال تمام خلایق برای کشودن راهی رنج برد که توسط آن سنگها را میکشانیدند. درازی این راه 10 استدی، پهنیش 10 ارگی می آید و در بعضی جایها بلندی این راه به 8 ارگی می رسد. آن با سنگهای چارتراش رویشان تصویردار احاطه شده است. ساختمان راه و انشاءاتهای زیرزمینی 10 سال تمام طول کشیده بنیاد خود اهرام باشد 20 سال دیگر ادامه یافته است. تقریباً 5000 سال از این مقدم در حدود مصر قدیم هنرمندان روزگار گذشته یادگاری بی‌زوال بنیاد نمودند که چون طبیعت جاودانی است و چون مجسمه آوان طفلی انسانیت تا کنون عقلها را به حیرت می‌گذارد. و این معجزه ناتکرار که از اثر آفتاب و باد و بارانها قریب آسیبی ندیده تا روزگار ما رسیده است، محض به شرافت راه مکمل و دارای امکانیت‌های عجیب بارکشانی میسر گردید. موافق روایت مورخان عهد قدیم، تراشیدن، سفته کردن و ساویدن تن تخت سنگ‌ها که نه کمتر از 2.5 تن وزن داشتند در طول راه محض در جریان بارکشانی زینه به زینه صورت می‌گرفت. اول تخت سنگ‌های بزرگ را با مدد فانه‌های سخت چوبین کفانده با آلت‌های مسین قدر سفته می‌کردند. سپس تخت سنگ‌ها را با یاری قلعه‌رابه‌ها از بالای راه عبارت از قسمت‌های شغل‌ریزه، سنگ‌ریزه‌های خردحجم درشت، رگدانه‌های سخت و نفیس می‌کشیدند تا ناهمواری روی سنگ‌ها قدر سفته گردد. هرچند معماران و مهندسان گذشته و امروز تا کنون از اصول‌های کشانیدن، تراشیدن، ساویدن و روی هم چیدن تخت سنگ‌های خرد و کلان اهرام خئوپس تخمین می‌زنند، از این اهمیت و مقام راه محتشم بارکشانی مصر قدیم ذره نمی‌کاهد. من این لوحه خاطرمان تاریخی را برای آن آوردم که قدری باشد هم در تاریخ تمدن و دولتداری برایمان روشن گردد. این راه‌های خرد و بزرگ عهد قدیم در تاریخ تمدن بشری صحیفه‌های نخستین دولتداری را کشوده برای پیدایش و رشد و نموی راه‌های بین قطعه‌ای مبادله و تجارت زمینه استوار گذاشتند. شاهراه بزرگ ابریشم یکی از اولین راه‌های کاروانگذار عهد قدیم و عصرهای میانه بود که سرزمین اجداد ما را به چین و هند، مصر قدیم و بابل، آشور و ماد و بلاد روم می پیوست. باختر عهد قدیم و سعود باستانی در 4 سوی شاهراه بزرگ ابریشم قرار داشته قافله کاروان‌های بیشمار از رسته‌های خوش‌طرح و بازارهای آباد این سرزمین ناهموار نیاگان تاجیکان جانب مشرق و مغرب می‌شتافتند. مرزهای باختر و سعود از روزهای نخستین تشکل تمدن و دولتداری چون عبورگاهی برخورد منفعت‌های اقتصادی و تجارتی، سر به سر آمدن ارزش‌های فرهنگی و سنت‌های ملی، چهارسوی میدان مبارزه‌های بزرگ قرار گرفته در همه دور و زمان هویت و اصالت ملی، سیمای تاریخی، دستاوردهای معنوی و ارزش‌های فرهنگی تاجیکان را صرف نظر از هنگامه‌های تاریخ پاس و بی‌گزن نگاه داشته است. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ در موضوع
шоҳроҳи Абрешим, пули заррини гузашта, имрӯз ва оянда дар рӯзҳои дигар аз барномаи Субҳи Тоҷикистон.